الحمد لله رب العالمين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون في أصول الدين ويدينون به رب العالمين. به نام و استعانت از الله بخشاینده مهربان. ستایش ویژه الله پروردگار جهانیان است. علامه حجت الاسلام ابو جعفر وراق طحاوی رحمه الله میگوید: این کتاب بیانگر عقیده اهل سنت و جماعت بر مبنای مذهب فقهای اسلام ابو حنیفه نعمان بن ثابت کوفی و ابو یوسف یعقوب بن ابراهیم انصاری و ابو عبدالله محمد بن حسن الشیبانی رضی الله عنهم اجمعین است و به باورهای آنان در مورد اصول دین که با آن پروردگارشان را میپرستند میپردازد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در درس گذشته مطالبی رو که علامه طحاوی رحمت الله علیه درباره سرنوشت بیان کرده بود که علم سرنوشت و آگاهی از سرنوشت یکی از ویژگی های الله متعال هست و یک امر اختصاصی هست که هیچ انسانی با استعداد خودش و با ابزاری که در اختیار دارد نمیتواند به کنه و حقیقت و علم تقدیر در واقع پی ببرد. و این یک واقعیت هست و یک اصل هست در باب تقدیر که تقدیر جزء علوم غیب هست و کسی غیر از الله متعال بر آن اطلاع و آگاهی ندارد. در جلسه گذشته با استناد از آیات قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم در این باره مطالبی رو خدمت شما عرض کردم. در ادامه مطالب درباره تقدیر علامه طحاوی رحمت الله علیه بحث لوح و قلم را مطرح می کند. همون گونه که در جلسات قبل خدمت شما عرض کردم، بحث لوح و قلم و نوشتن تقدیر یکی از مراحل تقدیری هست که الله متعال برای مخلوقاتش رقم زده. اگر به خاطرتون باشد عرض کردم که تقدیر 4 مرحله دارد. مرحله اولش علم الله متعال هست، علم فراگیر و علم شامل و کامل الله متعال بر تمام جزئیاتی که از ابتدای خلقت دنیا و آسمان و زمین و انسانها تا قیام قیامت و بعد از قیامت اتفاق می افتد، تمام این جزئیات رو الله متعال می داند. این علم فراگیر الله متعال مرحله اول تقدیر بود. مرحله دوم تقدیر همین چیزی هست که در اینجا علامه طحاوی رحمت الله علیه با مطرح کردن لوح و قلم بیان می کند، یعنی نوشته شدن تقدیر. مرحله سومش مشیت و خاص و اراده الله متعال هست و مرحله چهارمش مرحله عملی کردن تقدیر و پیاده شدن آن چیزی را که الله متعال در لوح محفوظ نوشته بر روی زمین. پس بنابراین این مبحثی که در اینجا امام طحاوی رحمت الله علیه مطرح کرده و می‌فرماید که و نؤمن باللوح والقلم و بجمیع ما فیه قد رقم، ما مسلمانان ایمان داریم
به لوح و قلم و تمام چیزهایی و تمام مطالبی که در لوح توسط قلم نوشته شده. پس بنابراین وقتی که بحث از لوح هست، بحث از قلم هست، یعنی این که بحث از نوشتن هست و این دومین مرحله از مراحل تقدیری هست که الله متعال برای موجودات رقم زده. درباره لوح هم ذکر لوح در قرآن کریم آمده و هم درباره قلم سخن گفته شده و هم در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم در این زمینه مطالبی هست. الله متعال درباره لوح می‌فرماید بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. درباره قرآن کریم که این قرآن یک قرآن مجیدی هست. کجا هست؟ در کجا نوشته شده؟ اصلش در لوح محفوظ هست. همان گونه که ما می‌دانیم، آن گونه که در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان شده، قرآن رو الله متعال در شب قدر از لوح محفوظ بر آسمان دنیا فرود آورد و از آسمان دنیا در ظرف 23 سال به صورت تدریجی و اندک اندک بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شد. پس بنابراین علم الله متعال و تقدیری که الله متعال میدانسته و سرنوشتی که برای تمام موجودات رقم زده، این رو الله متعال در لوح محفوظ نوشته و ثبت کرده است. و این نوشتن در لوح محفوظ در روایات اومده، اونگونه که در روایت صحیح مسلم هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند کتب الله مقادیر کل شیء قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنه. الله متعال تقدیر تمام چیز و همه چیز رو الله متعال نوشته قبل از آفرینش آسمان ها، قبل از آفرینش زمین، قبل از این که آسمان و زمینی وجود داشته باشد، قبل از این که موجود زنده‌ای وجود داشته باشد، قبل از این که حیاتی وجود داشته باشد، الله متعال تقدیر تمام مخلوقات اعم از موجودات زنده و غیر زنده را نوشته، آن هم 50,000 سال قبل از آفرینش آسمان ها و زمین. پس بنابراین ایمان داشتن به این مطلب، یعنی نوشتن تقدیر در لوح محفوظ، یکی از اعتقادات اهل سنت و الجماعت هست که مستند هست به آیات قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. در سوره حدید الله متعال می‌فرماید ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. هر مصیبتی که به شما میرسد، اهم از مصیبت باشه برای یک فرد یا برای جامعه، برای هر کسی که هست، هر مصیبتی که بر انسانی وارد می شود و برای انسانی پدید می آید، چه در آسمان، چه در زمین، چه در وجود انسان باشه، یعنی هر گونه مصیبت و هر گونه رخداد ناخوشایندی که برای کسی پیش بیاید، الله متعال می‌فرماید الا فی کتاب، این قبلا در کتاب نوشته شده، در لوح محفوظ این ثبت شده که در فلان تاریخ، در فلان زمان و در فلان مکان این اتفاق و این رخداد ناگوار برای فلان شخص باید اتفاق بیفتد. من قبل ان نبرأها، قبل از این که آسمانی وجود داشته باشد، زمینی وجود داشته باشد، قبل از این که این انسان وجود داشته باشد، اما تقدیرش را الله متعال در لوح محفوظ کاملا نوشته و ثبت کرده. پس بنابراین این که علامه طحاوی رحمت الله علیه می‌فرماید و نؤمن باللوح والقلم و بجمیع ما فیه قد رقم، یکی از مراحل تقدیر هست. قبلا عرض کردم که دومین مرحله و دومین درجه تقدیر هست و ما بنابر این مراحل بر تقدیری که الله متعال نوشته و رقم زده ایمان داریم و این ایمان و این باور مستندش چی هست؟ آیات قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. پس بنابراین این یک مبدأ هست و یک اساسی هست که علامه طحاوی رحمت الله علیه این رو بیان کرده، یعنی این که ما به لوح و قلم و هر چه در لوح و قلم نوشته شده ایمان داریم. پس بنابراین این که علامه طحاوی رحمت الله علیه این نقطه رو ذکر می کند که و نؤمن باللوح والقلم و بجمیع ما فیه قد رقم،
که ما به لوح و قلم و تمام مواردی که در لوح محفوظ نوشته شده ایمان داریم، این یک زیربنا هست، یک مبنایی هست که باورهای دیگر انسان، گفتار دیگر انسان، عملکرد انسان بر این منوال باید استوار باشد. بنابر این اصل هست که علامه طحاوی رحمت الله علیه در ادامه مطلب می‌فرماید که فلا اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه انه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه. پس بنابراین زمانی که الله متعال تمام اتفاقات را قبل از وجود انسانها و قبل از آفرینش آسمان و زمین 50,000 سال قبل این مطالب را و این رخدادها را ثبت کرده و نوشته باشد، پس نتیجه این هست که اگر تمام مخلوقات و تمام آفریدگان الله متعال جمع بشوند و دست جمعی و یک پارچه بخواهند اون مطلبی را که الله متعال در لوح محفوظ نوشته که باید اتفاق بیفتد، اگر همه جمع بشوند و بخواهند اون تغییر بدهند که فلان کار نباید اتفاق بیفتد، چون این توان و چون این قدرتی را نخواهند داشت. فلا اجتمع الخلق كلهم، اگر تمام مخلوقات و آفریدگان الله متعال جمع بشوند در یک جایی علی شیء، بر یک مطلب و بر یک نقطه ای که کتبه الله تعالی فیه انه کائن، که این مطلب را و این نکته را الله متعال در لوح محفوظ اینطور نوشته که این اتفاق باید بیفتد، همه یک پارچه بخواهند که لیجعلوه غیر کائن، این را به صورتی قرار دهند که اتفاق نیفتد، مانع از این رخداد و این اتفاق بشوند، لم یقدروا علیه، چون این توان و قدرتی را نخواهند داشت. و این مورد یکی از مواردی هست که الله متعال اینو در آیات قرآن اثبات کرده که این موارد در قرآن کریم نوشته شده و رسول الله صلی الله علیه و سلم این نکته را جزو نخستین و اولین نکاتی قرار داده که در باب تقدیر حتی به کودکان صحابه اینو آموزش میدادند. این مطلب دقیقا همین چیزی هست که علامه طحاوی در اینجا با این عبارات بیان میکند و در ادامه این میفرماید که ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله فيه، اگر همه جمع بشوند، لو اجتمعوا كلهم، اگر همه جمع بشوند و یک پارچه بر یک چیزی که الله متعال در این لوح محفوظ ننوشته باشد، یعنی این در لوح محفوظ به این گونه باشد که این مطلب اتفاق نمی افتد، نفیش در لوح محفوظ وجود داشته باشد، همه یک پارچه جمع بشوند لیجعلوه کائنا، تا این اتفاق را برعکس، برخلاف اون چیزی که در تقدیر نوشته که اتفاق نمیافتد، مردم بخواهند اینو تغییرش بدهند و به صورت مثبت اینو در بیاورند که این اتفاق و این رخداد باید رخ بدهد بر روی زمین، لیجعلوه کائنا، تا اینو امکان پذیر قرار بدند، لم یقدروا علیه، چون این توانی رو ندارند. اولا بدین خاطر که این قضا و قدر الله متعال، سرنوشتی که الله متعال این رو رقم زده برای تمام مخلوقات، یک سرنوشت محکم و مبرم و استواری است و غیر قابل تغییر هست. پس بنابراین انسانها نمیتونن اون تغییری را که الله، اون مطلبی را که الله متعال در لوح محفوظ نوشته تغییر دهند. نه تنها یک نفر، نه تنها دو نفر، نه تنها فقط انسانها، بلکه تمام موجودات، اعم از انسانها، اعم از فرشتگان، اعم از پیامبران و مقربان دربار خداوند متعال، اگر همه جمع بشوند و بخواهند یک مطلب شدنی را ناشدنی جلوه بدهند یا برعکسش، چون این توانی را هیچ کسی ندارد و در حیطه و قدرت و اختیار کسی نیست. بدین خاطر هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث معروفی که امام ترمذی رحمت الله علیه اینو روایت کرده از حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه، که روزی رسول الله صلی الله علیه و سلم به پسر عمویشان حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمودند: وعلم ان الخلق لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء، فرزندم
ای نوجوان بدان که اگر تمام انسانها و مخلوقات جمع بشوند، لو اجتمعوا علی ان ینفعوک بشیء، همه یک پارچه جمع بشوند و بخواهند به تو نفعی را برسانند و سودی را برسانند، که لم ینفعوک الا بشیء قد کتبه الله لک، این مطمئن باش که هیچ گونه نفعی رو نمیتونند به تو برسانند مگر آن چیزی رو که الله متعال مقدر کرده باشه. آن چیزی رو که الله مقدر کرده نوشته در لوح محفوظ اتفاق میافتد، شدنی هست و کسی هم نمیتواند که جلوی آن را بگیرد. پس بنابراین اگر تمام مردم خیرخواه تو باشند و بخواهند از یک ضرری جلوگیری بکنند و یک نفع و سودی به تو برسد، مطمئن باش که چنین توان و چنین قدرتی را ندارند. و در ادامه میفرماید که ولو اجتمعوا علی ان یضروک بشیء، و اگر همه برعکس بدخواه تو باشند بخواهند به تو ضرری رو برسانند، اگر همه جمع بشوند به این منظور و با این هدف که ان یضروک بشیء، به تو یک ضرر و زیانی رو برسانند، لم یضروک الا بشیء قد کتبه الله علیک، نمیتوانند کوچکترین ضرر و زیانی رو به تو برسانند مگر آن چیزی را که الله متعال علیه تو نوشته باشد. اگر الله مقدر کرده که یک ضرر و زیانی به تو برسد، اهم در این که این ضرر و زیان جانی باشد یا مالی باشد یا در حیثیت آبروی فردی باشد، مطمئناً هیچ انسانی و هیچ پیامبری و هیچ فرشته‌ای نمیتواند که از این ضرر و زیان جلوگیری بکند. همان گونه که انسانها توان این را ندارند که به یک انسانی از طرف خودشون نفعی برسانند، مطمئن باشید که نمیتوانند هیچ ضرری رو هم به انسانها برسانند مگر آن چیزی رو که الله متعال مقدر کرده باشه. در ادامه این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که رفعت الاقلام و جفت الصحف، اقلام برداشته شده، اون قلمی رو که الله متعال مأمور کرده بود که تقدیر من و شما را بنویسد، سرنوشت من و شما را بنویسد، سود و زیانی را که در مسیر زندگی من و شما خواهیم دید این را بنویسد، اون قلم برداشته شده. از روی اون کاغذ و لوحی که تقدیر من و شما بر اون نوشته شده، اون قلم الان بلند شده، دیگر چیزی را نمی نویسد. هر چیزی که قرار بود نوشته بشود، آن را الله متعال 50,000 سال قبل از وجود آسمان ها و زمین آن را برای من و شما نوشته و رقم زده. و جفت صحف، و اون صحف و صحیفه و لوحی که تقدیر من و شما بر آن نوشته اونم خشک شده. یعنی این که تقدیر من و شما و سرنوشتی که الله متعال برای همه من و شما رقم زده یک امری هست که قطعی و یقینی هست، قابل تغییر نیست. قلمش برداشته شده و جوهری که با اون قلم، توسط آن قلم تقدیر من و شما نوشته شده، اون جوهرم در واقع خشک شده. همین مطلب را که در این حدیث آمده، علامه طحاوی رحمت الله علیه به صورت مفصلتری در ادامه مطالب بیان می کند. من بارها عرض کردم که یکی از ویژگی های عقیده اهل سنت و الجماعت این است که عقیده خودشان را مستند و مستقیم از قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم می گیرند. بدین خاطر است که مطالبی رو که علامه طحاوی رحمت الله علیه در این کتاب خودش جمع‌آوری کرده و به عنوان یک متن متفق علیه هست در باب اعتقاد و عقاید اسلامی، می‌بینیم که تمام این مطالب مستند هست با آیات قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. در ادامه مطلب ایشان می‌فرمایند که جف القلم بما هو کائن الی یوم القیامه، این قلم خشکیده، خشک شده، یعنی اون مطلبی را که قلم نوشته اون تثبیت شده، ثابت هست. هر چیزی که قرار بود تا روز قیامت برای من و شما یا برای بقیه موجودات اتفاق بیفتد، این قلم از نوشتن باز آمده. این کار قلم که نوشتن بوده در واقع تمام شده و به پایان رسیده. جف القلم بما هو کائن الی یوم القیامه و ما اخطأ العبد لم یکن لیصیبه، و آن چیزی که از من و شما گذشته الله متعال اینو مقدر کرده که به من و شما نرسد، از من و شما، از دست من و شما رفته. و ما اخطأ العبد لم یکن لیصیبه،
هیچگاه به انسان نمیرسید. اون نفع و زیانی رو که الله متعال در لوح محفوظ نوشته که به من و شما نرسد. در یک جایی منتظر نفعی بودیم، سودی بودیم، در یک معامله و در یک خرید و فروشی امیدوار بودیم که یک فایده بزرگی به من و شما برسد. اما چون که الله متعال این رو برای من و شما مقدر نکرده بود، به من و شما نمیرسد. و ما اخطأ العبد لم یکن لیصیبه، و آن چیزی که از دست انسان رفت نصیب من و شما نشد، مطمئن این شدنی نبود. هرچند من و شما تلاش میکردیم، هرچند زحمت میکشیدیم، هرچی تدبیری میاندیشیدیم، چون که در اصل تقدیر و در لوح محفوظ نوشته که این خیر یا این ضرر و زیان به فلانی نباید برسد، نمیرسد. و ما اصابه لم یکن لیخطئه، و اون موردی که به انسان رسیده اهم از نفع و سود باشد یا ضرر و زیان باشد، اهم از بیماری باشد یا مصیبت هایی که بر انسان آمده یا خوشحالی هایی که برای انسان مقدر شده، هر چیزی که به انسان در طول تاریخ و در طول مدت زمان زندگیش رسیده و اون مواردی که من و شما به آن مبتلا بودیم، و ما اصابه، و هر چی به انسان رسیده، لم یکن لیخطئه، این ردخور نداشت. کسی هم نمیتوانست اینو دفع بکند از من و شما. الان شده، اون چیزی که الله متعال میخواست انجام گرفته. و اگر همه مردم هم جمع بشوند و بخواهند که این مورد رو دور میکردند، برعکسش میکردند، چون این اتفاقی نمیافتاد. اما من و شما به خاطر تقدیری که به اون ایمان داریم و به خاطر تعالیمی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم داریم و توصیه هایی که از ایشان شده، انسان مسلمان باید همیشه امیدوار باشد. آینده ای را که نمیدانیم نباید دربارش قضاوت بکنیم، نباید حکم بکنیم که فلان کار می شود یا نمی شود. مثلا میخوایم یک کاری رو انجام بدهیم، ناامید میشویم که این کار امکان پذیر نیست، من نمیتوانم فلان کار رو انجام بدهم. این را بر خودمون تحمیل نکنیم، بلکه برعکس باید در مسیر زندگی استوار باشیم و با درایت و با ایمان و با یقین باید در مسیر زندگی ما حرکت بکنیم. حدیث جالبی هست، رسول الله صلی الله علیه و سلم در این زمینه توصیه کردند: احرص علی ما ینفعک، حریص باش بر منافع خودت. مواردی را که امیدوار هستی و امید نفعی در اون هست، حریص باش در اون موارد. یعنی این که سعی و تلاش بکن، تمام نیرو و استعداد خودت را و تمام ابزارها را در این زمینه بکار بگیر، ناامید نباش. احرص علی ما ینفعک، هر چرا که در راستای دینت یا دنیایت مفید میدانی در اون راستا تلاش بکن و کوشش بکن. واستعن بالله ولا تعجزن، و طلب مدد بکن از الله متعال، از الله و پروردگارت بخواه که تو را در این زمینه کمک بکند. ولا تعجزن، هرگز ضعیف نشو، هرگز خسته و زبون نشو، بلکه با قاطعیت تمام این راه را ادامه بده. منتها با اینکه ابزار را استفاده کردی، اسباب را استفاده کردی، تمام سعی و تلاش خودت را به کار گرفتی، اگر نتیجه نگرفتی بازم ناامید نشو. فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا. اگر مصیبتی به تو رسید، نباید این دروازه شیطان را بر قلب خودت باز بکنی و بگویی که لو انی فعلت کذا و کذا لکان کذا و کذا. اگر من فلان و بهمان کار رو انجام میدادم، اگر چنین و چنان میکردم، این اتفاق برای من نمیافتاد. این دروازه و باب اگر رو برای خودت باز نکن.
فلا تقل لو انی فعلت کذا و کذا، نگو، این مطلب رو بر زبان نیاور، این انگیزه را در قلب خودت ایجاد نکن و این فکر و اندیشه را به قلبت راه نده که اگر من چنین نمی کردم، اگر فلان کار را انجام نمی دادم، این مصیبت بر من نمی آمد. تمام اینها بنابر تقدیر الله متعال هست. تو تمام سعی و تلاش خودت را کردی، تمام ابزار و اسبابی را که در اختیار داشتی به کار گرفتی، منظور تو خیرخواهی بوده، منظور تو و هدف تو رسیدن به یک منفعت دینی یا دنیوی بوده. وقتی که به آن نرسیدی، ولکن قل، چنین بگو، قدر الله و ما شاء فعل، الله متعال اینو مقدر کرده بود و هر چیزی رو که الله مقدر کرده اون رو انجام میدهد. قدر الله و ما شاء فعل، این رو الله متعال برای من مقدر کرده بود و هرچی الله متعال بخواهد انجام میگیرد. فإن لو تفتح عمل الشیطان، این لو دروازه شیطان را، دروازه کارهای شیطانی و انگیزه های شیطانی و افکار شیطانی را برای تو باز میکند. بعد از این که اتفاق افتاد، با افسوس تو، با حسرت تو، با غم خوردن تو، گذشته تغییر نمی کند. هر چیزی که قرار بوده اتفاق بیفتد، اتفاق افتاد. با آه و ناله تو گذشته ترمیم نمی شود، بلکه باید همچنان استوار باشی و به امید خیر و منفعت در اون راهی که الله متعال به تو دستور داده، در راستای کسب منافع دینی و دنیوی باید عمل بکنی. علامه طحاوی می فرماید که وعلی العبد ان یعلم، انسان مسلمان باید بداند، این نقطه رو باید باور داشته باشیم همه ما، که ان الله قد سبق علمه فی کل کائن من خلقه، که علم الله متعال پیشینه بسیار قدیمی دارد. علم الله متعال و آگاهی الله متعال در زمینه اتفاقی که برای من و شما میافتد مال امروز نیست. الله متعال در ابد بدون آغاز، در گذشته های بسیار بسیار دور و نامنتها، الله متعال میدانسته که این اتفاق برای من و شما میافتد. قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، آیه هست که الله متعال اینو در سوره توبه نازل کرده بر رسول الله صلی الله علیه و سلم، خطاب به مسلمانان و خطاب به رسول الله صلی الله علیه و سلم. قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، بگو، اعلام بکن، هر چیزی که الله متعال برای ما مقدر کرده، نوشته، به ما میرسد. لن یصیبنا، به ما نمیرسد، الا ما کتب الله لنا، مگر آن مواردی که الله متعال برای ما نوشته باشد. هو مولانا و علی الله فلیتوکل المؤمنون، مولای ما الله متعال هست و ما باید بر مولای خودمان، بر اون کسی که یاور و مددگار ما هست، باید توکل داشته باشیم. و هنگامی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به غزوه احد تشریف بردند و تقدیر الله متعال این بود که تعداد زیادی از یاران و یاوران رسول الله صلی الله علیه و سلم و شاگردان مکتب ایشان در میدان احد و در کنار کوه احد شهید بشوند. بعد از این که از این جنگ برگشتند، بسیاری از منافقان گفتند که اگر اینا حرف ما را قبول می کردند، در مدینه می ماندند، نمی رفتند خارج از شهر، این بلا و مصیبت بر اونها نمی رسید. این تعداد 70 نفر از مسلمانان نابود نمی شدند و به شهادت نمی رسیدند. اونا حرفشون این بود که لو کانوا عندنا ما ماتوا و ما قتلوا، اگر در کنار ما می ماندند نمی مردند و کشته هم نمی شدند. اما الله متعال در پاسخ آنها می فرماید قل لو کنتم فی بیوتکم، اگر شما در خانه های خودتان می ماندید و تحسن می کردید، لبرز الذین کتب علیهم القتل الی مضاجعهم،
اونهایی که در تقدیر نوشته بود که باید در فلان نقطه زمین و در فلان زمان و فلان مکان کشته بشوند و شهید بشوند، اونها به اونجا میرفتند. تقدیر همین بوده که این مسلمانان خارج بشوند در اونجا و در آنجا و در فلان نقطه زمین باید به شهادت برسند. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. هر کجا باشی مرگ سراغ شما می آید. آن مرگی که الله متعال اون رو مقدر کرده، نوشته که باید انجام بگیرد، چاره از آن نیست. پس بنابراین هر کجا که باشید این مرگ و اون تقدیری که الله متعال برای شما نوشته به سراغ شما قطعا خواهد آمد. قطعا این موارد جز مواردی هست که ایمان شخص مسلمان را، باور شخص مسلمان را و عزیمت شخص مسلمان را تقویت می کند. پس بنابراین باید من و شما سعی بکنیم که در زندگی خودمان در نفع و ضرری که به ما میرسد یا از دست ما میرود، به ضرر و زیانی که به ما رسیده یا امکان دارد به ما برسد، ایمان ما در مرحله اول باید بر تقدیر باشد. به امید این که همه من و شما ایمان ما به تقدیر یک ایمان صحیح و کاملی باشد. تمام شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.